آره ما از همین دقیقا استفاده میکنیم زیر اوکی میکنم. آره حتما باعث میشه که چی هم کاهش سر و صدا داریم. خیلی سر و صدا رو خیلی تاثیر میذاره. عرض به خدمتتون که پوسیدگی سفتی در یه چیزی بهت بگم در رابطه با سفتی در به طور معمول یه همچین تابی داره. آره همینجوری. وقتی که شما یه ضربه به ماشینتون میخوره که باعث میشه اینجا بره تو، اون دمپینگ باعث میشه که به صورت کامل نره تو، یعنی جزئی بره داخل با یه مکش یا با یه وکیوم در و خراب ناجور نشه. یعنی چون سرعت بدنه بیشتر میشه دیگه. خیلی علمی شد. فکر کنم استاد داره میره باتری به باتریش کنه، شوک بده برش داریم میاریم بهش. خیلی طول کشیدیم پروسه. قیافه من اینجوری شده. من از عقب امنم. چند وقتی بار یه اتفاق میفته. این آخرین تصاویر پراید قبل از اینکه بخواد رنگ بشه. باید بشورنش. بخوام بپاشیم خاک که کفش باشه بلند میشه. آره این کفش تو دریاش هم بشوره آب بگیره. حالا ما پوسیدگی رو درست نکردیم ولی خب چی شده؟ نه این با کلید باز میشه. باز شد. چقدر تمیزه. هم چی شد این لوله این کلنگی ترکی. آره این بار دومش که اتفاق میفته. مال آبه. یه بار دیگه من اینجوری شدم. دیگه علت خاصی یاد داشته باشه. نمیدونم. گیر کرده. مکانیکی بغلمون بهش بگو. دارو هم کشیدی مشکلی نداره. بعضا نگاه. حاجی کارواش نانو یا دیویسیشن داره بود نشکنه این یه وقت اگه نمیشکنه درش احتمال شکستن داره. اگه نمیشکنه نه، اگه احتمال میشه هم عقب داره. آره اوکی آقا دست درک بحر درش میری یا خدا الان میگه تم از همین الان منفی بودن شروع کردم. آقا ما میخوایم کار شما رو بدوزیم نداره. میخوایم بریم روبروتون یه دونه شیشه فروشی بزنیم. واه حاجی داخل نگاه به به تمیز شد. سقفش هم گرفته گلیره قور شده. چرا نوه شد این شیشه رو در بزنیم. حاجی افتضاحه اصلا نبودم بالا سرش. به 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 دمش گرم دوستا دمت گرم خوب درش آوردیم. حالا دستمون میفته میشکنه یه آهن شد ماشین. بعد اینا رو باید حالا ترتمیز کنه آقای چند لایه چسب دادن. شیشه جلوشو باید سالم نگه داریم که دوباره اینو ترتمیز کنیم و نصبش کنیم. اونم سرسیلندر و کارتل و بقیه قطعاتش. کارشون درسته بچه‌ها. مغازه‌شون باید جاییه. گفت کار درسته فقط مغازت بجاییه. با اینم از شیشه عقب اینو من باید الان در بیارم بکنم چون اینو نوش خریدم. این چراغا رو باید در بیارم. آره اینا رو بذار در گم نشه. بذار باشه الان گم میشن. اینا رو همه در میارم. میخوام گم نشن. برم اونجا همه رو یه جا در بیارم. چه شلوغ و باحال. ان شاءالله همیشه شلوغ باشه اینجا. فقط یه لژند میدونه این چیه و چه ربطی به من داره. شیشه ها خودشون بردن. گفت هر وقت که میخوای نصبش کنی